پسری که شب تا صبح کنارت میخوابه ولی بهت دست نمیزنه. میدونی چه پسریه؟ دکتر ندار بیا بیا جلو بیا دستمو بگیر ببین درصد قلب شاهین، فقط من میگم شاهین، نبیم نشنوم شاهین بیا که شهاب و تناس کشیدن پایین. از نظر من پسر با ادب خیلی جذابه. علی آقا یکم کم زبون هستن، اجازه بدید من میگم. علی آقا تو فامیل همیشه بهش گفته علی خوش زبون، نمره ادبیاتش همیشه 20 بوده. مادر جن آقا ببخشید ساعت چنده؟ دستتون چرا میلرزه؟ چش بود؟ داداش بیا نگاه دقیقا کنار همین ستون تکیه کرده بودم، دوتا دختر آمدن گفت آقا تو چقدر خوشتی به چقدر گاد جان ما با بذار بقیه‌اش بگم. یک دفعه افتیدم به پام گفت تو رو خدا شمارت بهم بده. دروغ میگی. آقا ما که تا حالا دروغ گفتم؟ شما تا حالا از ما دروغ شنیدید؟ آقا ببخشید یه لحظه. من یه همه خوشتی یه جا نیده بودم. آقا بزرگتر همه خوشتی بگو